بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت و ماه ضیافت الهی را محضر همه شما بندگان خوب و مخلص خدای منان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم. به شکرانه ورود و درک ماه مبارک رمضان، آیه 183 سوره مبارکه بقره را انتخاب کرده ام و میخواهم نکاتی برجسته تربیتی، تبلیغی و روانشناسی که در این آیه مبارکه وجود دارد خدمت شما دوستان گرانقدر این نکته ها را شریک کنم. خدای منان در امر فراخوان دادن نسبت به روزه گرفتن بندگان خدای منان و بندگانش بسیار هم در این امر فراخوان دادن وجوب روزه و گرفتن روزه از روش کاملا کریمانه و رفیقانه و مهربانانه در این آیه مبارکه استفاده کرده است. این روش کریمانه، مهربانانه و رفیقانه از این آیه 183 سوره مبارکه بقره این گونه استفاده می شود. خدای منان این گونه عنایت دارد، می فرماید یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کسانی که به من خدا ایمان دارید روزه بر شما واجب شده است. من دو سه نکته میخواهم در همین قسمت خدمت شما عرض بکنم. از اولین قسمت این آیه مبارکه این نکته با وضوح قابل استفاده است که خدای منان با خطاب یا ایها الذین آمنو این آیه را آغاز کرده است، یعنی کسانی که به من خدا ایمان دارید، کسانی که با من خدا رفاقت دارید، کسانی که رابطه صمیمانه، عارفانه و عاشقانه بین من خدایتان و شمای بنده من وجود دارد، این رابطه رفیقانه و صمیمانه مستلزم این است که تمام دستورات و اوامر مرا باید با جان و دل و از جان و دل بپذیرید و تمام دستورات مرا باید امتثال کنید و اطاعت کنید. یکی از اون دستورات من خدای منان نسبت به رفقای من و نسبت به کسانی که به من خدا ایمان دارد این است که کتب علیکم الصیام. پس به تعبیر دیگر می توان گفت که کسانی که با خدای منان رفاقت ندارند، با خدای منان ایمان ندارند و یا به تعبیر دیگر آنانی که رفیق خدای منان نیستند و در امر رفاقت با خدای منان ناکام و ناموفقند، گویا مخاطب خدای منان نیست، چون